سلام دوستای عزیز، امید که جو روز حتما سر حال تندرست باشید. من بهزاد ایوبی دوباره به خدمت شما هستم تا یک آموزش اضافه کردن فونت در برنامه الایت موشن بالای ویدیوی ما یا بالای عکس ما، یا همون ساختن ایمووی رو، اضافه کردن متن یا فونت رو برای شما آموزش بدم. امروز با این آموزش شروع کنیم و اگر بیننده جدید ما هستید لطفا کانال ما را سابسکرایب و کامنت و لایک کنید. هر درخواستی که داشتید در کامنت برای ما بنویسید و کانال تلگرام خود را هم در شرح کانالمون یا شرح همون ویدیو براتون میمانم، باز دنبال ما باشید. وارد برنامه الایت موشن یا افتر موشن، من آپدیت کردم برنامه افتر موشن یا باز الایت موشن اومده. پروژه جدید انتخاب کنیم یک در یک، پس همین رنگ فرق نمیکنه. یک متن نوشته میکنیم، من همو اسم خود اضافه میکنم. یوبی بله. خب در وسط صفحه میاریم، رنگش سفید باشه، بزرگش منی. و اینجا فونت اگر از ما اینجا دانلود شده است نمیش. اگر شما نتونستین بیاین از یک قسمت 6 تا چهارگوشه علامت داره اینجا، من همش ستاره زدم. وارد اینجا این سه خط import فونت اینجا وارد میشیم. اینا روی فایل شخصی شما است. اینجا بیایید مثلا اگر نتونست پیدا کنید وارد خود گوشیتون بشید. اینجا گزینه های زیاد داره، باید دانلود برید، باید از مثلا کانال تلگرام ما برید، فونت براتون میذارم از اونجا دریافت کنید. وارد تلگرام میشیم، اینجا فونت زیاده، مثلا یک فونتی که بخوایم اضافه کنیم از اینجا انتخاب کنید و اون فونت اضافه شده اینجا. بله اون رو حتما من الان ستاره زدم، اینجا اضافه میشه. بعد از اینجا میتونیم فونت مثلا و همون رو همچنین فونت ها رو اضافه کنیم. یه هم بود طریقه اضافه کردن فونت. امیدوار کنیم که خوش شما بده باشد. پس ویدیوهای ما رو لایک کنید، کانال ما سابسکرایب شید. تا آموزش بعدی، خداوند یار و نگهداری همه شما دوستان.